تخمزنی به ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام الرحمن در آلمان، تظاهرات مخالفان و لطوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت. با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کار کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چه در داخل چه در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان ساحه قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده رو میدیدن میرفتن عکس نوار میگرفتن، اینترنت میگذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش رو امسال ها میبینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند و اونجا همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتن سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند. یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟ منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته بسیار یک چیزی منفی، قابل قبول نیست. تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحمت. سلام درود و بینندگان رادیو آزادی و دوادار عبدالله و همچنین به استودیوی شما. راست دیگر من اون حرفایی که دکتر میگویند من چندان راضی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاستمداران، نمیدونم، یا که حتی سیاستمداران اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتونه در آینده در سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان میبینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را در همونا میبینم. در دیگر جای این نیست. اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه. تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟ نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است و نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با
فرهاد گفت که این رو در شبکه‌های اجتماعی تاجیکی و وقتی که من کشادم شبکه‌های اجتماعی رو همون بعد همون روز که فرصت شد کشادم شبکه‌های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه‌های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها ریخستگ رو ضبط کرده باشند و چنین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تیریزه یک ماشین نمیسی زدند. گپ در سر اون است که بعد با کدامشون مینایستند که این یک فرهنگ عادی است، ماکرون رو زدند و یا شما گفتید که پرزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گپ در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها میگذارند، کنفرانس ها میگذارند، واخوری های مطبوعاتی میگذارند. کو بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخم زنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یگان چاره‌بینی سیاسی که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میز مدور هیچ یگان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارش هم همگی یک جزء از همون سیاست این است، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتایی باشد. چرا ما آن چیزهای خوب را از سیاست آنها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یگان کار منفی، همچنانه که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند. تشکر. جناب فرهادالدینوف، شما به همین حرفای عبدالله دولتوف چی میگویید؟ مرحبا. راستی بخشش باشد، شاید سبب تکنیکی بود، من نشنیدم که دکتر شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟ در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرای ما همون چیزی را میبینن که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن میرود و گپ میرود و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزا گذارد، اصلا در شبکه‌های هم که مونن بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیون تاجیک در نظر دارم با دیگران واخوری میکنن، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر نمیدونم یک کمی اگر جنجال دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد اون رو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشه فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه می شود. نمی شود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک روپروی مو بشینن صحبت کنن، این که دیگر از این نشود بود که یک صحبت اخلاقی در سطح پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند، از همه نمود واخوری‌ها چی در سطح بالا است چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میان نمیدونم برادران تاجیک ما رو متهم به اون میکنن که اپوزیسیا فقط یک تخم‌شپی و خب همین چیزها رو فرهنگ کرده است. نه اینطور نیست. اون چیزی که شما میخواهید ببینید شما همون رو میبینید. در اصل این کار تماما دیگر است. تشکر. محترم فرهادالدینوف، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چه است؟ از من فرهادالدینوف مرحبا. بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکلی که رحمان و فهمگی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگام گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه‌های اجتماعی نگفت و در دیگر جا، من به این کار ندارم. ولی با یک شیوه بسیار بی‌ادبانه میآیند خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او رو تخم شپر میکنن، اویله او رو تخم شپر میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ
کاری درست نیست، این فرهنگ تاجیکی نیست، این به فرهنگ ما راست نمیآید، یا اینکه میآیند خانه ایلهام جان خوب همین با همین شیوه در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا رو نمیبینن. ولی یک بار که تخم به ماشین پرزیدنت رسید، همه اونا را سخت رسیده است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما گرفتیم، ما از همین کمیته امنیت ملی برای ما درس دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین است دیگر، نمیشه که گناه را همش در کلمه موزد، چون شما این کار را حداقل 7 سال 8 سال پیش شروع کردید. ممکن نه این بار اول این کار کردیم. جواب همون طوری می شود که شما اون رو انتظار نمی شود یک نفر، یک گروه، یک طرف فقط سخن بزند، شما در عوضش لطوکوب کنید. ما سخن بزنیم، شما میبرید خیش توار ما رو لطوکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرفه نمی شود. انتظار باشید که از طرف دیگر هم به شما برخورد همون خیلی میشد که شما خودتان برخورد میکنید اونو. بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخم‌زنی تحسین کردند و گفتند که این یک نوع پاسخ به بازداشت محاکمه‌های پس درهای بسته و حکم‌های درازمدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشان در تاجیکستان است. شما در این باره چه میگویید؟ با اجازه شما چون که فرهاد اودینایف به این نکته اشاره کردند. فهمیدم. اول به همون فرهاد اودینایف یک جواب بدم که با شما گفته اگر به من مراجعت کرده باشد اشتباهی بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونها همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدند، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتند که های ما تخم زدیم و همه شبکه‌ها خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این و اونا چونین نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگون چورابینی فرهنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرونده تو معرفی کرده نتونست چنان که تخم رو معرفی کردید، این عیب بیننده ها یا خواننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونن، میگن که سوبسیدیارنه اتویسنس بروسی میگن، یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانون‌های تاجیکستان همین چیز قبول شده است. به من خوش میآید، نه خوش نمیآید وقتی که همین دو نماینده یکی از گروه مخالفین، گروه 24 نسبت من تهمت کردند در تاجیکستان، نسبت هم پرونده افتتاح کردند. همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر ما رو استنطاق کردند. ولی گپ در سر اون است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پروکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پرزیدنت یا که دیگر راهها طلب کنید قانون رو عوض کنند تا خویش و توان رو اذیت ندهند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت، ذهنی، احساسی، البته من مخالف آنم که روند یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است، میرود یک جنایت صادر میکند، آمده پدر و مادر او خویش بار او را تضییق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است. ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریشان عملی میکند، میروند میگیرند. این یک. بعد اینجا فرهاد اودینایف گفتن درباره که اذیت میدهند. اول اینکه اگر چنین قانون در تاجیکستان است که خویش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد.
فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس را کشت، پدر او را کشتن نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد. حقوق ظلم را دولت دارد. دولت او را میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست همونها رو عوض کنید. ما اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولت، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تاثیر داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل. البته من صحبت میکنم از شبکه‌های اجتماعی، هم تاجیک‌های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس‌های من خوش ناآمده است. باز هم گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سن سال یک کلانسال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند به مخالفین، برابریتش، حاضر همین وقت چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیا من دیگر درباره همونا صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب آن که آنقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه‌های اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عملها همین تخمزنی هم از همون قبیل عملهایی هست که در فرهنگ ما مکروه است. تشکر. جناب فرهاد آدینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحبا. تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر خواهش کنم که در وقت صحبت به تحقیر رو نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام ناخلفی که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپی سخت است، بخشش باشد این گپ 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست از در اروپا است، در کجا است، مخالف حکومت تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپای دغلا نگویید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان، در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یگان تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخمش دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمتش را ندیدید، متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه را در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپن هفت این یک کلمه در یوریسپرودنس استفاده برده میشود که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبار اون رو چیکار میکند؟ تعقیب میکند، زندان میکند، میکشد. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عین همین کار را رفتار میکند. من از تمام نهادهای قدرتی که اگر این ویدیو رو میبینن این کلمه رو بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور رو زد، پرزیدنت شما رو، پیشوای شما رو، این معنی اون را ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت میبود اون رو در اروپا بازداشت میکنن. باور کنید میده‌ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنن، حتی اون بچه رو بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت صادر میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حد اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیها رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کردید، از کودک 1.5 ساله سر کرده تا مسفید 81 ساله. من حد اقل 3 موی سفید رو دیدم که از سینشون 80 بالا است. شما اون رو بازداشت کردید. او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گپ زد. زنی کودکدار، کودک میده‌دار رو برد 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یگان اساس
نگاه داشتید. این همش قانون ویران کنید. شما دارید هم قانونهای تاجیکستان رو ویران میکنید هم قانونهای بین المللی رو. جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نوع مقدسی سیمای پرزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟ نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تیرزا را تخم‌آلود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فرهاد دودینایف شاید نمیفهمد، همین مشکلی تاجیک‌ها هم همین است که گپ دیگرها رو نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات رو بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه به ایمیج و نه به یگان دیگر سمت‌های پرزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردان، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگانه بود، کاری که نتونست. این میدونه چی، همون مولانا یک گپ دارد، میگوید همچون چون غلام هندویی که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیان کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از بام میپرتایی که فهمند که خواجه زیان دید. ببینید به هر ترتیب مرحمت دکتر حرکت دو باشید فکر خود را میخواهد بالای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدانم کدام شناس شما کدام چند نفر از دوستان شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گرداندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوا و نمیدونم چی بدن گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفدارانش زدید و این هم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کیبرش بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گپی بگه. ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفر خارجش کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن نامیدند. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی‌فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند. 18% در جواب انیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لطکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم. این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کردید، دیدید و خواندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرقی نداشته است. نظری شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه با همین مسئله؟ هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کنیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سری همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفینی کارو کرد، اینا از یک خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدونم ولی کارکنی امنیت بود یا شوفیر پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر 6 دست با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شته میزنن. میبخشید شما یک نفر رو با شته زدید، انتظار باشد که اونم تو رو با مشت میزنن. نمیشد که شما دیگه این تاجیکستان نیست برای شما. ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم ولی عکس این چیزایی که شما اشاره کردید نشون میده. نه شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده میشود که اون نفری که نمیدونم شاورما میخره اون اول میگرده سینی اون بچه میبینه میگه تو من عکس میگیری، میگه هو بچه‌تا میزنه تلفن رو از دستش میافته. شما نوار بعدی رو میبینید که نوار در نوار مثلا ببینید در همه حالت ممکن است که عکس یک نفری که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه. خیلی اینا که قانون که من نکرده چرا اول باید اجازت باید پرسید، همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه. در وجود آمد است که من اگر که در کوچه اگر میرزانبی خلیزاده یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود. باشد داخل قهوه خانه میشه که اینو باید طرز دیگر رو با خوبی بود. برادر همین من یک کارمند عادی ام در همینجا اومدم مثل تو یک شهروندم مثل تو یک تاجیکم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشه که همین شما من عکس نگیرید ویدیو نکنید از من.
اگر اون این طرف صحبت میکرد اونو میزدن، کسی به اون دست برداری میکرد؟ البته که نه. تشکر. چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید. اونا کیبرشون تو من ببینید دکه میرزانوی یک بار نزد سفارت رفتگی نیستن. من بارها دیدم کارمندای سفارت چین اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در قلانه رفتن میکنن. ما در مسکو یک کنسول داشتیم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای شکایت نکرده باشه. با چنین رفتار دغل با حقارت ها با دشنامه‌های قبیح رفتار میکرد، صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خودم بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند پایان با مردم صحبت دیگر کنن، یعنی یک معامله خوب کنه باشون معامله خوب میکنن. اگر پرزیدنت اومد آلمان اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد 10 نفر از گروه 24 10 نفر از پیمان ملی 10 نفر از مخالفینی که در یکم گروه ها نیست دعوت میکرد 50 نفر دیگر از طرفداران خودش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونها که در یک رستوران شیشتن روز 28 با طرفدارانش ضیافت کردن در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخم میزد. تشکر. کسی اونو دیکتاتور میگفت در نزد کامره البته نه با تشکر میکنن که خودشان میکنن. بله و حالا سوال به هر دوی شما، همین لطوکوبی کارمندان سفارت را بعضیا بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدند که یکی حتی تاب شنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولتوف نظر شما چی است؟ اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن به اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت است، غیر بی‌ادبی این جنایت است و هر کس میتواند که طریق سیستم سودی از خودش محافظت کنند. این یک. دوم که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتن. شما این شخصیت های رو به یاد بیارید مثل حاجی اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اصلالدین صاحب نظر که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبه‌مان گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند و دوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هر چی را که معرفی کردید انگامه جویی کردید همون را میبینند و در یک جا چه خیل با شما صحبت کنند وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید. این بار اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود، در ورشو هم چنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشد البته هیچ کس نمیخواد که یک بحث جدی کند. مثلا ما هر باره که می در فیسبوک یگان موضوع رو اگر میبردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری تو اونطوری تو تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوالی دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف شما پرزیدنت تاجیکستان می بوده در چنین وضعی که قرار می گرفته چیکار میکرده؟ خدا نگهدارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درجه است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم من نمیدونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم. جناب آدینایف شما چی میگویید؟ مرحمت. تشکر. از سبب که وقت کم است من با دکتر صاحب جواب نمیتونم، چون من فقط یک نکته را اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دمون یعنی دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودیای طرف مخالفین نمیگید. یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودیا رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبی بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون سیاستمداران خوب رو اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونا گپ زنن. این حکومت این شرایط نمیده که با اون گپ زنن. تشکر. ولی شما اگر پرزیدنت می بودید در همین حادثه که در آلمان شد چطور
مناسبت میکردین؟ من اول میخوام که چخیلی که دکتر گفتن خدا نکند، من میگم خدا کند که دکتر پرزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پرزیدنت. چون اگر پرزیدنت عوض شونده باشد تا اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پرزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخوردی را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. خب اگر که ما چی غلطی کردیم شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه که کوچه میبرد شما رو با تخم میزند چی سبب شده است تو مرا با تخم میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گپ است. تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه رو پیش میبردم. ما منتظر تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.